اسلام میگه آرایش برای شوهر، تو مال شوهری، تو تسکین دهنده نیازهای شوهری و شوهر برای تو. امروز هر دو تا امروز همه میگفتن که خواهران حجابت، من امروز میگم خواهران حجابت، برادران نگاهت. اونها حجابشون و ما نگاهمون رو کنترل کنیم. مردها هم نبایستی فکر کنن که حجاب فقط مخصوص زنانه. مرد هم اگر آرایش میکنه، خودش رو زیبا میکنه در وهله اول برای همسرش، ولی امروز تا تو خونه هستن مرد، ولی اگر ماشاءالله عروسی مجلسی بهترین کت، بهترین شلوار، بهترین لباس، 10 بار جلو آینه دلا و راست میشن با ریششون، با موشون، با فلانشون، چون مراسم دعوته. هیچگاه برای خانه و برای خانواده، برای همسرش این زیبایی رو ندیده اصلا. و زنها همینطور. من بارها گفتم اگر زن و مرد یک مجلس عروسی دعوت نباشن، جدای از هم برن تو کوچه و خیابون همدیگر رو ببینن، واقعا نمیشناسن. اگر بگه بابای فلانی، یا الله چی شده این، کجا رفته این، نکنه صدا که صدای همون زنه ولی چهره نیست، نکنه رفته جراحی پلاستیک. از بس این زن به خودش رسیده برای فلان مجلس. و آقا هم همینطور، در حالی که قرآن میفرماید شما برای همدیگر، هن لباس لکم و انتم لباس لهن. لباس یعنی زینت، لباس یعنی آرایش، لباس یعنی زیبایی. شما زیبایی برای همدیگر باشیم. ولی اصلا عجیبه، به این خاطر امروز در خانواده ها بوی از سکون و آرامش نیست. الله متعال میفرماید و من آیاتی ان جعل لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها. خدای متعال همسرانی آفریده از خود شما که مایه سکون باشه. چرا مایه سکون نیستن؟ چرا مایه آرامش نیستن؟ چون در خانواده این تعهدات نیست.